میگویند که سقراط رو ترکاندی. استغفرالله، خودم و نزدیکانم رو حمایت کردم وگرنه من قاتل نیستم. من این کار رو خودم میکردم ولی منتظر تو بودم. خوش، بیا مسئله خودمون رو بینیم. 1 سال برای من کار میکنی، فرمان من رو حتما اجرا میکنی. نه، سوختم گویید؟ چه خیلی کار بوده است؟ کارهای میدانستگی خودت، اما یک همکار میگیری. همکار؟ بینید من تنها کار میکنم، فهمیدید؟ همکار نمیخواهم. در اینجا قاعده ها رو من میگذارم. کلتکیل است، پروا نکن، شناست است. کمیسر اونال. چی؟ ولی دیگر کمیسر نیست. شما شوخی دارید از برای خدا. من شوخی نمیکنم کلتکیل است. قرار میبرارم و عملی میکنم. تو و اونال گروه نوی کاری من میشوید. تقدیرتان از یکدیگر وابسته است. یا برای من کار میکنید یا اینکه در محبس پوسیده میروید. ماشاءالله، بسیار خوب کردید. ولی من با آدمی که طول عمرم از پسم بود چه خیل همکار میشوم؟ میبخشید اون حاضر در محبس است. چه خیل میکنید؟ من هم همین را گفتنی بودم. اونال در محبس است و همچون همکار او را از محبس برآوردن کار تو است. آدمی را که به محبس شناندم باز رفته او را نجات دهم مگر؟ فکر میکنم این مشکلی خورد را حل کردن برای تو مشکل نیست. همکاری حقیقی در همین خیل حالت معین میشود. شما جدی میگویید؟ اولین وظیفه‌ای که به تو میدیم همین است. کمیسر اونال رو از محبس میبرد. اگر من او را نجات دهم او از کشتن من هرگز دست نمیکشد. تو را نجات بده، آن طرفش را به ما گذار. ما را راضی میکنیم. چه خیلی راضی میکنید؟ و ای عمرش را برای دستگیر کردن و کشتن من گذارم. میفهمید؟ با او تکلیفی میکنیم که رد کردن نمیتواند. نجات دادنش نتوانم چی؟ این که باشد تو را نیز به نزد او میفرستیم. در یک اتاق همراه خرسندانه میشینید. خیریت که در پایان چتر یخماس فروش بوده است وگرنه حاضر جنازه ملیس رو میخوندیم. چی اورای در توشش بوده است که به خدا قسم. ای سمی به گپویت اهمیت بده، خدا نشانه دهد. ملیس من برایت غمگینم، باور کن نخواست شد. زهرا دف شو از بالای سرم، دف شو گفتم. تمام جانم بیا. آشنا چی کار کنیم؟ اونال رو نجات دهیم، او رو نجات بدهم، اما از دست او خودم رو چخیل نجات بدهم. از بحر اینشم میگذاریم. من با این دیوانه چخیل کار میکنم؟ زورو جان به خود بیا، به ملیس چیزی نشد است. آرام باش. چه خیلی آرام شوم سلینا. قریب بود ملیس را میکشتم. یا خدایا من این کارا چه خیلی کردم؟ تمام جانم گذشت. خانم زورو
شما همراه لوین به امنیت رفتک در آنجا باید بیانات نویسید. آی سلین ایست جانم. لوین تو چی ها میگویی؟ کدام بیانات رو میگویی تو؟ خانم سلین از تو احترامانه خواهش میکنه که به کارهای ما بینیت رو نخلم. تو اینجا چی کار میکنی؟ من فکر میکردم که کاری تو فقط از پس کلتا کلاس دویدن است. گپزنی روین، گپزنی دختر روین. خانم سلین از یک گپی سختت میگم حرف جد میشکنم. یعنی من از پس کی میگردم نمیگردم به تو فرق ندارد کن. خانم سلین اینو در یادت گیر، من کاری دولتیم رو هرگز با حیات شخصیم مخته نمیکنم. حیات شخصی؟ او جگرم. تو چی ها میگویی؟ ها؟ از حیات شخصی ما چیزی نمونده است. به نام خدا؟ همین خیر. این خیر که باشد دستای خانم زورا را زود بندید به امنیت برید، در آنجا گپ میزنیم. نه ایستید جنابی پلیس ایستید. با این کار زهرا علاقه ندارد. پایم لغزید، من افتیدم، همش همین. شیطانی نکن خانم ملیس. تمام شاهدان شاهدی دادن که خانم زورا شما را تیله داد، شما از اون بالا افتیدید. اینو درست دیدن آنها. من خودم افتیدم از بالا. من میدونم پایم لغزیده ایستاده بود که زهرا خواست از دستم گیرد. به شیشه سخت زدم، به زمین افتیدم. شکایت نمیکنم جنابی پلیس. اما شکایت ندارم میگویم. شکایت ندارم. مایل از بگذار گفته سلین جانی من شود. بیا از اینجا میرویم. با چی کار کنیم سلین جانی من؟ دفع شو. گفته های ملیس درست است؟ یعنی ما درست ندیدیم مگر؟ یعنی نو درست دیده ایم. هم زهرا ملیس رو چرا به پایان میپرتفته؟ شاید در تیریزه کلتا کلاس را دیده زده باشد. همین شوخی هم ناجا بود. سمی سفسطگویی رو بس کن. التیموس. ملیس در حقیقت برایت غمگین است. زهرا تو از من اونقدر نفرت داری که کشتن میخواهی مرا. ملیس باور کن ناخوش شد. هیچ خودم را اداره کردن نتوانستم. از همین سبب مرا ببخش. بین زهرا، برای مرا از احمد دور کردنتون همراهی بابایم مرا به خارجه روان کردن خواستید. اما من تو رو برای از احمد دور کردن حتی به محبس روان نمی کنم. میدونی چرا؟ چون که من مثل تو خودم رو پس نمیزنم. اگر احمد تو رو انتخاب کند من کاردار نمیشوم. عشقم رو به قلبم پنهان کرده کنار میستم. فهمیدی؟ اینها رو یکسو گذار. افسانه نقل نکن. من خودم رو پس نمیزنم، کاردار نمیشوم. از با پلیس شکایت کردن ترسیدی؟ من هم با پلیس شکایت میکنم. تو چی ها میگویی؟ همه حالتی صدمه رو پیشکی نقشه کشیده بودی. تو قصدن به ماشینی من اومده زدی تو مرا بکشی، اما من ندونسته کردم. گپم رو بفهم. زهرا گم شو از بالای سرم. افتت رو نبینم مجینه. این خیلی باشه زهرا جان. زهرا جان سلین تو با زهرا باش. من از این ملیس میرم. عملش شد من با او هستم. بیا زهرا جان بیا جانم. اویست ملیس جان این سهر با پای راست کستگی رفتیم ها؟ انا سلینا تمام جانم همش گذشت. قریب که میمرد. ببین چیزی نشده است. جرقات مانده است. آشنا چی میخوریم ها؟ اگر میلیس میشد خوراکای بالازت میپخت. ای کدام میلیس تو چی ها میگویی؟ زهرا میپخت اگر میخواست. اوف با خدا نفهمیدم. بسیار خوراکای عجایب با لذت آماده میکرد. اوف کی باشد باز؟ لبای زهرا. زیو حالتم بسیار بد است. چی شد؟ ملیس رو از تریزه با پایم پرتفتم. چی؟ یک لحظه خواطر نشو. از تریزه پرتفتم ولی او رو هیچ چیز نشده است. حتی در بیمارخانه نخوابیده است. حاضر به خونه می آید. ملیس جان ایستو یک لحظه من خودم. بیا سمی بیا با دقت باش. با دقت باش سمی. آهسته ملیس. بیا جانی من. اوه جانم این رو چی خیل کرده است؟ چی خیل کرده است این رو؟ با خدا که عقلم نگیرد. خودتون رو خسته نکنه. چیزی نشده است. خدا نگهدارش بوده است. برای همین این رو در گردنش بستم. خدا رو شکر. ای سمی دستش رو سخت دار. من به زهرا نشان میدهم.
بابای ارکشم نشان میدیم که کشتن چی است. به فراستی حرام. سمیم محکم دار. با دقت باش، با دقت. مادر خانم طولین مادریست. تو دختر دیوانه شده ای؟ بیماری روحی داری؟ چرا او رو تله دادی؟ خود شد خودم را اداره کرده نتوانستم به من گپای ناجا گفت. چه خیلی گپای ناجا زهرا؟ از برای خدا چقدر گپی ناجا گفته است؟ بیچاره تو هستی. من مثل تو دوست داشتم رو مرده فکر کرده به آغوش دیگر مردها نمیدن. من چشمانم یکی سیاه شده چی شدنش رو نفهمیدم. آدم مگر برای گپی ناجا گفتن دختر عمکش را از تریزه میپرتاید زهرا؟ میپرتاید زیو میپرتاید. اگر درباره او برو گپ رود میپرتاید. فهمیدی؟ حسابی ما برابر شد. او همه را با ماشینش زده بود تنها به خاطری که به ماشین تو نزدیک نشوم خواست مرا کشه. چی؟ از خوابت بیدار شو بیدار. در گوشی فیل خوابی میلیس را از درون ماشین کشیده نجات دادی. از کجا میدونی؟ فکر میکردی که این صدمه است؟ زهرا از راستی به خدا اکنون من از تو میترسم. بیترس از من زیو. مخصوصا در موضوع میلیس از من سخت بیترس. فهمیدی؟ حاضر گپ رو من سر کردم. میلیس رو پرتفتم گفتی برای همین زنگ نزدی مگر؟ خوب شد دیگر در این مسئله گپ نمیزنیم. برابر شدیم. فهمیدی؟ او در کجاست؟ در کجاست؟ تو قاتل در کجاست؟ تو دختری مرا از تیرزه میپرتایی بازه؟ او رو کشتن میخواستی قاتل. شوهرم را کشتی بس نبود باز از پس دخترم هستی ها؟ اما من میدونم که با تو چیکار کنم. میلیس از پشت تو شکایت نکرد اما من تو را نابود میکنم. تو این رو خواهی دید. فهمیدی؟ به من نگاه کن. تصادفی شده است. سفسطه نگو. باید شاد شوی که میلیس زنده است. برعکس همه را به پاخیزان یا افتاده خدایا توبه. خدا شفا دهد اپای میلیس. رحمت عزیزم. دخترم خدا شفا دهد. صدقه های داده امان بود است که خدا تو را حفظ کرد. خدا شفا دهد. شما فکر میکنید که گناهی زهرا را پنهان میکنم؟ من به این اجازت نمیدهم. این رو خواهید دید. بس است مادر. چیزی نیست. خوبم. چی خیر چیزی نیست. خوبم ها؟ چی خیر؟ مادر کافی است اکنون این موضوع اینجا بسته شود. دیگر شنیدن ای نمیخواهم. میلیس چی خیر موضوع بسته شود؟ نمیفهمم. هیچ چیز رو نمیفهمم. او خواست که تو رو بکشد. نمیفهمی تو؟ من میدونم که با تو چیکار کنم. تو رو به محبس روان خواهم کرد. این رو خواهی دید. مادر کافی است. من به اتاق میروم. تمام. من میدونم که با تو چیکار کنم زهرا. میلیس زیبایکم شیرینکم. این دختر رو دیگر اداره کرده نمی شود. یا خدایا زهرا تو چیکار کردی؟ رفته میلیس رو دیدن لازم. دختر خوب باشد. اوف زهرا اوف تو چیکار کرده ایستاده یا؟ خطا کردم با اتاق زهرا در آمدم. ایستا چه من خطا کردم؟ اوف چه زیبا خواب میکنه عزیزم. در خوابت هم زیباست. اوف زهرا تو را چنان یاد کردم که فهماندن نمیتوانم. ای ما کی براحت واخورده میتوانیم، کی با یک دیگر وقت میگذرانیم، کی این که چشمانمان را پوشیده بر بر خواب میکرده باشیم، کی باشد که صبح یک جای از خواب بیدار شویم. این حالت ها را چنان یاد کردم که
چی میدانم؟ بسیار زیبا هستی، بسیار زیبا. اما چه خیر کردی؟ چرا میلیس رو از تریزا پرتافتی؟ اوف، دیوانه هستی؟ چی در داری؟ چرا این خیر کار میکنی؟ جواب دی ای دختر، جواب نمیدی. البته روی جواب دادن نداری، همین خیلی. خیر، من یک رفته میلیس رو ببینم. دختر چه خیل باشد؟ تشویش شدم. این چه خیل بزرگی نه، چه خیل حساب برابر کردن نمیفهم. برای چی میلیس رو از تریزا با پایان پرتافتی؟ چی گپ است؟ نیست عشقم. چی گپ است؟ این دختر خواب نبود مگر؟ رفته می آیم. رهایم نکن زهره جان، به زیارت بیمار می روم. رفته باز می آیم. میلش خیر. رهایم نکن. چه خیر رهایم نکن زهره؟ دستم رو سرده. رهایم نکن. ای دختر، ایست، رهایم کن. کریم، رهایم نکن کریم. کریم گفتی؟ کریم عشقم. کریم کی هست؟ جانم. نکن. چی گفت؟ شما چی کار میکنید؟ نکن. ای دختر، کریم چی کار کرده ایستاده است؟ دیوانه؟ نکن، تو بسیار شوخ بوده. نکن. چی گفت است؟ تو چی کار کرده ایستاده ای؟ در خوابت به من خیانت کرده ایستاده؟ من هم تو رو دوست میدارم عشقم. زهرا، کریم کیست؟ من رو تنها نگذار. چرا تنها نگذارد؟ چی گپ است؟ زهرا جواب ده. تو تنها عشق حقیقی من هستی. میبوسم تو رو. زهرا، کریم کیست؟ ای جواب ده، کریم چیکار کرده ایستاده؟ زهرا شد تمام، من رو تنها نگذار. دیوانه هستی؟ چی گپ است؟ مرا دیوانه نکن زهرا. کریم کی است میگویم؟ تمام نکن. من رو تنها نگذار کریم جون. خوب تو دیوانه هستی زهرا. زهرا دخترم، با کی گپ زده ایستاده ای؟ نکن. ها جانم، در خوابش گپ زده ایستاده است. رهایم نکن کریم. کریم؟ بسیار خوب. معلوم شد که زهرا به من دروغ نمیگفته بوده است. کلتکی لحظه رها کرده است. آفرین، دیگری را یافته است. انسان خوب. به تو نشان میدیم زهرا. من جواب این رو از تو میپرسم. نام خوب، بسیار خوب. بسیار خوب. آشنا تو کریمی پریمی، تو رو یک تکی شته میگیرم. خدایا. کریم، نامی زیبا، آدمی مقرری. اتاق میلیس در کجا باشد؟ میلیس، میلیس، این سمی بوده است. اون کلا و شپاتی هایی که به من زده بودی جوابش رو خواهی داد. کلتا کلاسی ابله. کدام کلا؟ تو تنها در خوابت جوابش را میپرسی. بیعقل. نگریز اینجا بیا. سنگ هم نیست. سنگ نیست. خدا هدایتت کند. سنگ میکند. عجبا باز این رو یک کله دیگر زنم چی؟ نی، دفع کن این را، سرم را در بلا نمانم باز. چی کار میکنی تو؟ چی کار میکنی؟ با من نگاه کن. در کجا هست این اتاق میلیسن؟
پوستت میکنم تو را کلتکیلاس، پوستت میکنم. به این عائله نگاه کن، همه بیمار از خود به خود در خواب گپ میزنن. بسیار خوب. این چه خانه هستن؟ به خدا همشون در خوابشون درباره من صحبت میکنن. خدا لعنت کنه، چه خیلی کار است. در کجا باشد این میدیسن؟ میلیس دختری بیچاره را بوم زهرا به چه حال آورده است. اوف، عجبا دختر را بیدار نکنم من. احمد در کجا هستی؟ همین جایم میرسم، اینجا. آشنا چیزی نباشد این دختر نامم را گرفت. زهرا باشد کریم میگوید. احمد تو رو بسیار یاد کردم. خود را خسته نکن میلیس، باید استراحت کنی. در این خانه همه خواب دیده ایستاده است، یا اینکه من در خواب هستم هیچ چیز رو نمیفهمم. زهرا؟ زیو؟ زهرا؟ زیو؟ تو در اتاق میلیس چی کار داشتی؟ هیچ جانم، نادرست نفهم. من اتاق تو رو کافته ایستاده بودم. من چه خیلی نادرست نفهمم. در این نصف شب از اتاق دختر برآمدی. باز همون گپ زهرا. زیا زود به من بگو در آن اتاق چی کار داشتی؟ هیچ، برای زیارتی تو آمده بودم. گفتم اون رو نیز زیارت کنم، بیمار از ثواب است. زیارت بیمار در این وقت و ساعت؟ تو کی رو فریب میدی ها؟ زود به من جواب ده، در اتاق میلیس چی کار میکردی؟ این خیل باشه تو هم جواب ده. کریم کیست؟ کدام کریمه؟ کدام کریمه؟ این خیل گپ ها رو جواب نمیدی. به من بگو، مرا با کریم ایواز کرده ایستاده یا؟ خودت در این نصف شب از اتاق میلیس برآمده باز به من درباره خیانت گپ میزنی؟ اینجا است. سلاح بابایم را گرفته میآیم. ای زهرا، چی ها میگویی؟ سفسطه نگو، کنی اینجا بیا. نگریز. یا خدایا این چه سلاح باشه. زهرا، این بازیچه نیست، چیکار میکنی؟ ایست زهرا، ایستا. این شوخی نداره. نپرانی باز. ایستا. آرام شو زهرا، نکن میگویم. نگریز میکشم تو را. ایست دختر، تو چیکار میکنی؟ تو میکشی مرا. ایست، نپران. تو مرا کشتن میخواهی؟ بله، مرده ها خیانت نمیکنند. زیاد نگریز. چی شد؟ دخترم چی شد؟ چی گپ شد؟ با دوست در اومد. دوست آمده است؟ دوست آمد؟ کی تیر پران؟ من پراندم. خدا جان، دوست آمده بود؟ پیشش کردم، گریخت. خدایا این دختر رو ببین، قریب مرا میکشته. البته میلیس رو پرتوف مرا میپرونه. بابایش نتوانست خودش میکشد مرا. این دختر که این خیلی بیاداب شده.
البته همش از پشت من. استاد ملا، دام ملا، امام کشتن نمردم، حافظم رفت و آمد. این را بینیدم دختر دیوانه می شود. این حقش است. کارهای بیهوده نکن کلتکیل است. برای نجات اونان وقت زیاد نداری. اینها دیوانه هستن مگر 24 ساعت مرا تعقیب میکنن چی؟ از عقل بیگانه میشوم. رحمت چای خوب بوده است. نوشی جان بابا جان. زهرا یک چیز رو نفهمیدم. تو چرا به پلیس خبر ندادی و سلاحی مرا به دست گرفتی؟ چون که نبیره بابایم هستم. به پلیس احتیاج نیست. من او را اونقدر ترساندم که دویم بار به اینجا نمی آید. چگل من او را اینقدر ترساندم که دویم بار به اینجا نمی آید. خدایا خدایا. مادر چهره دوست رو کسی دیده است؟ من از کجا دانم؟ ندیده از هر جا باشد. به این نگاه کن. مثل که چهرهش رو ندیده باشد. دروغ گفته شده است. افلاس. میلیس تو اکنون دیگر با کلتکیلاسی بیشرف وان نمیخوری همیخیل نه؟ نه وان نمیخورم. دروغگوی افلاس. دیشب در اتاقت بود. زهرا بابا جان و افلاس رو ناراحت نمی کند همیخیل نه؟ کدام افلاس بابا جان؟ در اطرافمون اونقدر افلاس ها زیاد هستند که یک تا افلاس است. آن هم کلتکیلاسی بیشرف است. بابا جان پیشتر گفته بودم که من او را از حیاتم بیرون کردم. بسیار خوب. دروغگوی رو بین. چند روز پیش در ساحل بحر در آغوش یکدیگر بودید کو؟ از پشتی وی دزدی ساختکار اونال به محبس افتید. با دقت باشید. او آدمی بسیار خطرناک است. زهرا بابا جان کریم کیست؟ کریم گفتی؟ کریم کیست؟ من از تو پرسیدم کیست؟ کریم کیست؟ کریمش کیست؟ کریم؟ این کار را ببین. دختر در خوابش کریم گفته خواب دیده ایستاده است. ما باشیم از پی نجات اونال هستیم. این چه خیل حیات است نفهمیدم. کی با ما شناسش میکنی؟ من کریم رو نمیشناسم. توی چه خیل از ما پنهان میکنی ها؟ ببخشید. این ترگوت هم ناپیدا شد. مثل که زمین کفید است و او در آمده است. خیر من میروم. نوش جانتان. سلامت باشید. تشکر. سمی کریم کی است؟ با خدا من نمیدونم. باید از تو پرسیم. شف من میروم. در کار وا میخورم. تو بزدید. خوب کار کن. گردنت خیر شد؟ با تو چی؟ گفته بودی دیگر با او نمیخورم. دروغ گوی؟ چی ها میگوی تو؟ کدام بخوری؟ با من دیگر دروغ نگوی. نه من دیگر بازی ها نمیخورم. برای خوبی تو از او دست میکشم. کاری نمیتوانسته تو رو من کردم. این خیل باشه در اتاق تو دیشب چی کار میکرده جبا؟ احمد دیشب در اتاق من بود. انیق این دیوانه شب او رو تیر پرانده است. تو چی گفتن میخواهی؟ مرا ابله فکر نکن فهمیدی؟ وقتی که او از اتاقت میبرامد دیدم. آه جانی من، یعنی برای دیدن من آمده است، اما دلش نشده است که مرا بیدار کند. تو را ابله فکر نمی کنم. به این هم تو ابله هستی. در اتاق تو چی کار داشت؟ با تو میگویم. با تو چی؟ با تو چی؟
چیزی است بین من و احمد است. با تو چی؟ مرا بین. حاضر من تو رو. ای چیکار میکنی روز اینجا؟ باز وا میخوریم. وا میخوریم جانم. در کجایی که خواهی، کی که خواهی. با خدا که این دختر مرا دیوانه میکنه داخره. شین جانم شین، نگذاشتن که صبح نکنیم. شین مادر. مرکز کالتاکیلاس رو در مکان خونالود دیدند. کفت و کب را ادامه دهید. تمام. این مرد خوب هستی؟ اونال؟ کالتاکیلاس نقاب دارد مرکز. من به مکان حادثه می روم. تمام. دقیقه پس در آنجا میرسم مرکز. فهمو شد. تمام. الان یک خرگوش شانتا پینگوین 28 علاقه. تمام. پینگوین؟ سردارم پینگوین؟ چی خیلی پینگوین؟ با خدا سردارم شما دیوانه شده. خودت رو با دست بگیره سردارم. تسلیم شد کالتاکیلاس. باز از من میگریزی ها؟ از من روی گریز نداری به شرف. انا بگیر. میپرونم. رفیق سردارم التماس مرا نپرونید. خواهش میکنم. تمام. از 100 کلم 1 کلم نشکفته از رفیق سردارم. دری مرا کشید. من از هفته از پولاد با صدا شکایت میکنم. به عقل هستین. به عقل. آشنا ما اینجا چخیل میدراییم. اینجا رو مثل قلعه محافظت میکنن. یا خدایا چخیل میشود. برای اونم شده حیات خودم را محو میکنم. زهرا و کریم. زهرا چخیل این کار رو کردی؟ نام تو چیست؟ زاغ سیاه. سردارم عقلشو خورده است. مگر نمیبینی مدیر؟ حالا در کجایی؟ در کجا هستم؟ در بحر هستم. نمیبینی شناوری دارم. این کس رو میشناسی؟ بایم لیلی. پیشتر بیا. اینه این وای هستی. وای جانداری بحری است کو. خرچنگ عینک دار. سردارم چخیل خرچنگ عینک دار. وقتهای آخر هوا خنک کرده است. خیلی حاضر تابستان است. یعنی بحر باید گرم باشد. چقدر خنک است. بسیار عجایب. پایتخت ترکیه کجاست؟ چی شوخی میکنه شما؟
байбурд аст. محترم مدیر سردارم عقلشو خورده است به خدا و دیوانه شده است دلم با امید شده اکنون چیکار میکنیم ҳозир чӣ кор карда истодаӣ رقصیده ایستادم نمیبینید مگر برنج تازه دارم شوخی بود شوخی کردم دختر غریب که سال شده است ریگ ساحل را حساب کرده ایستادم 1 2 3 4 5 6 40 تا таъсири сахт дидааст бояд ҷаноби юнанро ба беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ барем баъд аз ташхис онҳо хулосаи лозимаро мебароранд التماس جناب مدیر با من گوید سردار من شفا مییابد یا نه التماس با من گوید امام لوین بس است اینقدر وایما نکن جای دیوانه ها در اینجا نیست در دیوانه خانه است سردارم پروا نکنید من شما را هرگز تنها نمیگذارم پاپی 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 پیو من میایم با تمام مردان تاجیکستان توصیه میدیم که برای بانوانشان مارگارین اونا را خریداری نمایند چون که با مارگارین اونا هر چیزی که پخته می شود از خوردنش اصلا سیر نمی شود مارگارین اونا را از تمام مغازه‌های تاجیکستان می توانید دسترس نمایید سلام برای لوین با مارگارین اونا پخت و پز میکند دریافت لذت دلخواه نه همیشه به آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از چای مرال حلاوت بر زهرا این کارو تو با من چخیل کردی ها؟ تو رو میشناسی زهرا؟ بوری اول است که میبینم کریم عذری زیاد اینجا خطاگیر شده است معذرت شما راه را ادامه دهید خوشبخت شوید مرحمت این را ببین به چه حال گرفتار شده من چیکار کرده ام تو زهرا حسابش را از تو خواهیم گرفت اینجا چیکار داری تو ها؟ تو کالتاکیلاس نبودی؟ احمد شمشک بودی کو؟ چه حالو هم از پوش زهرا میگردی؟ یبله زهرا امانتی برادرم است فهمیدی؟ او را صاحبی میکنم در اطرافش نبینم تو را وگرنه احوالت را بد میکنم زهرا ها شرمنده؟ چی؟ اینجا چی کار داری؟ باز میخواهی که پرانمد؟ این را یک تو گذار کریم کیست؟ کی؟ کریم کیست؟ کریم کدام کریم؟ تو چی ها میگوی؟ همه از من کریم میپرسد کی باشدی؟ زهرا بهانه نکن کریم کیست میگویم من کریم گفتنی شخص رو نمیشناسم ولی تو میلیس گفتنی شخص رو میشناسی یا خدای مهربانم باز میلیس دلگیر شدم آخرین بار میپرسم زهرا کریم کیست نه میشناسم قبلا نمیفهمی سلام زهرا من کریم هستم کریم گفتی؟ کریم تو هستی؟ یک شاطت زنم چی میگویی؟ ایستاد تو چیکار میکنی؟ دیوانه شده ای؟ بیشرف از بالایت با پلیس شکایت میکنم من کجایی که میخواهی شکایت حالا ایست جناب کریم تو چقدر آدمی بی تربیه هستی یا نیزار تا برد بی تربیه جناب کریم تو چی کار میکنی؟ چی کار کردم؟ چرا مشتری امروز زدی؟ دیوانه هستی مگر؟ چی کار کردم؟
هم خیانت میکنی هم میخوای عذر چیکار کنم؟ چیکار کردم؟ خیانت کردی. مرا گوش کن زیو. گفته رو گوشت میشنود. مجبور نکن که تو رو پرانم. خب در خوابت کریم میگفتی وای کیست؟ با اینش چی میگویی؟ دوست داشته شیرینی من تو آن رو میگویی. در خوابم خواستم تو رو به خود جلب کنم. در خوابت خواستی مرا به خودت جلب کنی؟ بله، همش از پشت این بیعقلی میلیس است. عصبهایم رو خراب کرد. ابله. اکنون در خوابم نام هر کی رو میگیرم. تو میخوای که من به این گفته هایت باور کنم؟ خواهی باور کن، نخواهی نه. فهمیدی؟ زهرا جان، حال کریم بدتر شده است. کریم؟ یک کریم دیگر هم هست؟ این چه گپ از خدایا؟ این کیست کریم؟ عشقم انا عشق من کریم. عشق من اینجا بیا میگذد مرا. جان من شیرین من اصلی من کن. یعنی چی؟ من کریم کیست میگم تو باشی تو تیرا؟ همین است کریم. بله شناس کنم. عشقم کریم این عشق دیگر من زیو است. عشقم تو چی گفته ایستاده ای؟ کنی اینجا بیا؟ تو کی را عشقم میگویی؟ مرا. به این طرف گرد. تو چه غرغر میکنی؟ در خوابت کریم گفته این رو میگفتی؟ من به همین توتی رشک کرده بودم؟ دارا دوست داشته من است. تو چی میگویی؟ کدام دوست داشته؟ دوست داشته هم نگو که به خدا پرهایت رو میکنم بی پال و پر میمانی. چی کار کردی تو زیو؟ عشق من. اونال مرابی اونال جان رسیدیم. با کجا؟ با بایبورد نرسیدیم. بایبورد میگویده با خدا که سردارم عقلشو گم کرده است، دیوانه شده است. خیر شما او رو گرفته برید. من به امنیت میروم، کارم بسیار زیاد است. بعد او رو من رفته نصیب خبر میگیرم. اکنون با بایبورد نرسیدیم، خدا خواهد بعد دی ایسکا میرسیم. تمام؟ جناب راننده، بعد دو ایستگاه در بایبورد نگاه داریم. روید. سردارم به راننده گوید او شما رو میفرارد. انشالله که بلای نماشیشو نمیکفه. سردارم این خدر مشکل بوده است. ایستگاهی بایبورد. با بایبورد رسیدیم. چقدر لباسای زیبا پوشوندن مرا، چقدر زیبا. آنها را فریب کردم، از اینجا گریختم خیلی آسان است. کالتک الاس منتظرم شب می آیم. زهرا، این خوابی دیدت حالا هم در فکرم است. غیر از این من به توتیت باور نکردم. بین حالا هم نگفتی که این کریم کی است. جانی شیرینی من با من رشک میبرد. زیا همه مشتری هایم رو بیزن بیرون، ولی با من رشک کن. سفسته نگو زهرا، چرا رشک میکردم من؟ چی؟ دیشب قریب مرا میکشتی. تو با من رشک نداری، با میلیس رشک داری. میلیس بس از کدام میلیس رو از اینجا با پایان تیله دادی، افتید شکایت میکرد، در محبس پوسیده میرفتی. غیر از این دختر تو با او چیکار داری آخه؟ چی میخوای از او؟ رهایش کن دیگر آخه. تو میلیس رو پشتیبانی میکنی. آشنا از نزد تریزه دور است، وگرنه مثل که میلیس رو پرتاف تو هم پرواز میکنی. نه جانم، تو چرا میگویی؟ من چرا میلیس رو پشتیبانی میکردم؟ این خیلی نیست، پشتی نمیگیرم. خب بیا جنم قهوه را نوش.
با اندازه چشم دوست می‌دارم. میدانی چرا؟ با آن خاطری که چشم خورد است، ولی میتوان با آن دنیا را دید. بانو فهمیده که من تو را با اندازه دنیا دوست می‌دارم. آیا بانو؟ و دردی عشق من دعوا توی بانو دلی من را کند آرام. روی بانو، بوی بانو، در این عالم همه دختر کند شوهر شود کنعانی دیوانه. شوی بانو акакана айб нест магар шеъри навиштаи маро ба муаллимаи бону шумо хонда истодаед? تو چی میگویی؟ شعر عاشقی برای عشق است. با تو چی لازم؟ راست گفتی اکا، ولی عاشقی را نمیفهمد. عاشقی برای من و همسرم میزیبد. این رو گم شب گوسفند، مگر همسری تو را ترک نکرده بود؟ علمو ما پیدار کردی اکا. خانم بانو؟ جناب کنعان؟ نمیدانستم که شما رقص رو دوست میدارید. دوست میدارم، اما برای چنین چرابینی ها رفتن نفری همراه داشتن در کار است. همراه گفتید؟ مایلش من باید به درس درایم. روزتون بخیر. درس های خوب. اینجا بیاید. لابایشیف مرا گوش کنید. پگاه آزمونی رقص برگزار میکنیم. همه چیز رو آماده کنید. چه آزمونی رقص؟ این رقصش از کجا برآمد بود؟ با تو چی گوسفند؟ گفتم را کنید. شوکت، امروز من بسیار خوشحال هستم. یک قهوه خوب بیار مایلش. دم برایت قهوه آماده میکنم که نوشیده میموری. سنم بگو تماشا میرویم. خیلی که من خواهش ندارم. بله کنعان دیوانه، حیات زیبای تو امروز سری فرزند میرود با نوشیدن یعنی انشاءالله امروز این رو می نوشی حیات شوکت زیبا می شود. کسی که بانو رو از شوکت جدا می کند حالا از مادرش تولد نشده است. بانو و شوکت می یابند برکت. دیوانه بودنم رو باور کردند. از اینجا گریختنم لازم. باید از اینجا گریزم. البته می گریزم. مثل کودکستان است. من کاری میکنم که حتما گریزم. تو همان کمیسری که از قانون میگریزد نیستی مگر؟ تو دامولای دیوانه نیستی مگر؟ من دیوانه نیستم، امام حقیقیم. دیوانه انوای ساختکار است. تو گریخته بودی کو؟ بخیر از اینجا چه کار میکنی؟ اینجا مهمان خانه است. ها؟ مهمان خانه است؟ واه واه، این هم دیوانه شده است. و خدا حیف شد. خدا شفا دهد. مهمان خانه 5 ستاره دار. بیا. بفرمایید دیرکتور. خسته نباشید جناب کنعان. من شنیدم شما آزمون رقص اعلام کرده اید. بله بله. پگاه آزمون رقص دو کسه است. همه اشتراک میکنند. همه. چه استاد باشد چه شاگرد. از هر صنف کمش 3 جو باید اشتراک کنند.
همه طرف آمادگی بدید. غیر از این من و خانم بانو اعضای جوری میشویم. در یگان مکانی خوب جای آماده کنید. مصرفش رو غم نخور. خصیصی نکنی باز خراجاتش از حسابی من. گپ نیست آقای کانون. این رحمت کلان اکای مدیر که در شوکت رو کشادید. اکای کانون جان؟ بیا آمدم اکا جان. این را نوشیده راحت که اکا جان. اکای کانون نوشی جان دیدار رو با قیامت. شوکت لبایا که تو در اینجا چی انداختی ها؟ بالازد شده است ماشالله. میدونی که چی انداختم؟ کمتر مرگ موش. این باید میمرد که کمتر پس نامه اعمال محکم میشود. از این دنیا میروی دیوانه. نه آشی جانت شوه اکا جان. خدا پیرا مرگت کنه. شوکت چی خیلی این خبر رو آماده کرده ای عجایب شده. نوشی جان دکا جان این بدبخت بین مرگ موش معقول شده. بعد 8 دقیقه خدا خواهد جنازت میخوانیم. چی با نمیمره؟ یه مردک بمبور. گوش کن شوکت. لبه اولو حضرت. نمیدانم این رو چی خیلی آماده کرده ای اما از این پس قهوه ما رو انا همین خیلی آماده کن. عیناً همین خیلی بهترین است. بچت ما رو دیوانه دار این نمورده. همه خیال در قبل هر وقت مرگ موش انداختن گیرم کرد. نه میتوانی روی شوکت دستت درد رو نبیند. مایل شکر من در آشخانه ایم. یکی مردی زنگ بزن ما در خدمتیم. چرا نمیمره این؟ خیلی بامزه. تو گفتی با تو این کمیسری دیوانه چی فکر دارد؟ عجبا. تو گفت نمی‌فهمی ای دیوانه. شاهم با من نگاه کن. نه شاهم 2 دقیقه ایست فهمیدم. یا خدایا توبه کردم. تو با کجا نگاه داری؟ تو چی نقشه داری؟ کنی با من بگو؟ با من بگو تو با کجا نگاه داری؟ شد 10 جمعی 10 برابر 21 میشد. فهمیدی؟ تمام تو ماتماتیک بود. با کجا میکنی جدو؟ بین من و آزادی تنها این در است. اول از این لباس ها باید خلاص شوم. در پدری فروشاندن نلت این مرگ موش سراغش گذشتگی بود. چی؟ این برای چی نمورد؟ هیچ خیلی مرگی موشه آدم نمیکشه. انشالله زهرالود نمیشم. این کاکاو ایکو این موشا رو با کاکاو میکشم. شوکت ها شوکت برای من یک خودداگ آماده کن. برادر اینجا بیا چی پرسم تا؟ همین موشا رو با کاکاو میکشن؟ چی علاقه دارد؟ خلطه مرگ موش چشیدم ازش کاکاو. ای رو دف شوکت من انداختم. چی رو انداختی؟ ابله در خلطه زهری موش کاکاو رو من انداختم. چی؟ ابله کنعان رو زهرالود کردن میخواستی یا نیزا رو تا برد. فو این روی تو باری رفیق سیاه. این روی تو باری رفیق نامرد سیاه. در 40 سال یک بار گفتم آدم بکشیم. در 40 سال گفتم یک بار آدم بکشیم تو بدبخت باشی همه ای کار رو محو کردی. سفسطه نگو خودداگ را بیده. ای برگم شوی پیشم یکم خدا پخداگ نیست. دف شوی پیشم. گوشم. یا خدایا کارش رو ببین برویم کاکاو پاشید. یا چطور
همین ککا و زهری بدن چه برای گمشای پیشم. با یکم قرار آمدی وقتی زیاد نداری منتظر نمیشوم. ما در اینجا صورتای رقص رو میچسبونیم، در اونجا همراه من کی میرقصد؟ همراه ندارم گفته چی قدر گپ میزنی؟ ای بدبخت گویا که همراه تو یگم کس میرقصد. من هم ندارم ولی احتمال است که پیدا کنم. منم تا این وقت تخمین کرده بودم که یگم کس همراه من میرقصد. تخمین کردی؟ چی شد؟ ترکت رو؟ این منم این تو. ای کوبته ورقه شاید اینجا. خیر بچه ها اینجا چی گپ است؟ اکا کنون آزمون رقص برپا میکند. آزمون رقص گفتی؟ ها رقص تو کسا. یعنی چی خیر؟ استاد شما با کی رقص میکرده باشید؟ عجبا با کی میرقصیده باشد؟ با اپای زهرا یا با اپای میلیس؟ اگر استاد با زهرا برقصد معلوم میشود که او را دوست میدارد. خیر شد بس این فتان روید ببین. سنم در این آزمون رقص یک جا میرقصیم؟ وای خیلی که من خواهش ندارم. هم من خوب رقصیدن نمیتوانم آخر. گویا که من به نهایت رقص خوب کردم میتوانم. من هم رقصیدن میتوانم. تمام دیگر اعتراض نکن رفتیم. ҷавоби ташхисҳои маҳкум унал баромад. саломатии бемор хуб аст. ақлаш дар ҷояш аст, ягон хел мушкилии рӯҳия надорад. бисёр маълумоти муҳим додед ба мо. ташаккури зиёд ҷаноби духтор. تو گفتی با من تلفن آیفون می‌خری کجا بود تلفن؟ خدایا توبه کردم برادر شد تمام کجا شد تلفن آیفونت؟ بود یه رو از اینجا بیزار کردی. دامولا به کسی نگو. من با کجا؟ من آدمی اهل دینم، دروغ گفتن نمیتوانم. خاموش باشه من میروم. رفتم. میگوریزد کمیسری دیوانم میگوریزد. دکترها محافظان او را دستگیر کنید. میگوریزد کمیسری دیوانه میگوریزد. کیف شد به خدا کیف شد. سردارم رو ببین با چی حال گرفتار شده است. رفتیم او رو زیارت کنیم. یا بلا در همه جا میزنین خود پیش خوش خستی. نگوریزد او رو دستگیر کنید بچه ها سود باشه. برو بین میگوریزد کمیسری دیوانه میگوریزد. من هم گوریزم چی؟ میگوریزم. این بیا خبر کشی لعنتی سرت رو میگفانم. گوریز سردارم ایسته. سردارم خواهش میکنم ایسته.
آروم شو که یگان نامقولی نکن که میپرونم. خواهش میکنم سردارم. کند ابله‌ها رهایم کند. کلی بچه ها رو دولت سردارم مکرون میره. تو را میکشم ابله. در طبیقی حیوان. وقت نشد که به میلی زنگ زده خدا شفا دهد گویم. میلیز خدا شفا دهد. به زیارتت آمده بودم اما میدونم احمد. پروا نکن خوبم. میدونی؟ از کجا میدونی؟ زهرا گفت. همین خیر. از بالای زهرا شکایت نکردی می ندارستم. تو را غمگین نکنم گفتم. میدونستم برایت بسیار مهم است. خدا شفا دهد میلیز. در کوتاه‌ترین مدت میخواهم تو را ببینم. احمد این امکان ندارد. خطرناک است. غیر از این من قول دادم که دیگر وا نمیخوریم. باید خاموش کنم. خودت رو احتیاط کن. میلیز با کی گپ میزدی؟ با تو چی؟ زیا بود. با تو چی که با کی گپ زدم اخیر؟ ها اگر بسیار خواطر باشی بدون که من با زیا میا کاری ندارم. سلام. سلام سینان جان. خوش آمدی. خوش باشه. بیاشین. چی گپ و خبر؟ هیچ همون خیلی. تو چی خیلی هستی؟ من هم خوبم. این چی است؟ پگاه در مکتب آزمونی رقص می شود. اصولها و طرز آموختن رقص دو کسه و یکه. استادان نیز اشتراک میکنن در آنجا. بله. این خیلی باشد من با زیا میرقصم در آنجا. گویا رقص کرده میتواند. انیق ما غالب میشویم. با همان رقص هایت میرقصی. چیزی گفتو؟ سینان جان من این رو میگیرم. مایلش. خیر من هم رفته لباسایم رو عوض کنم. لبه الو حیاتم. پگاه خالید ما میشویم. چی میگوی زهرا؟ چی خیلی غالب؟ تو با کسی دیگر رقصیدن میخواهی زیا؟ چی میگوی تو؟ چی خیلی رقصیدن؟ در کجا؟ زیا مرا گوش کن. از راستی من تو را میکشم. بین هم تو را نبخشیدم. یا این که تو از من پنهان میکرده که پگاه در مکتب آزمونی رقص است. چرا پنهان میکردم زهرا؟ این خیلی باشد من همراهی تو میرقصم. فهمیدی؟ زهرا کارم بسیار است. یگان وقتی دیگر در آزمون اشتراک کنیم نمیشود. چی کار داری جانم عجبو؟ زهرا دفترهای کاری سنجشی شاگردان را تفتیش دارم. باهاشون پست است. نمیدونم چی کارت رو آسان کن. همشون رو 5 بیبان تمام کارت آسان میشود. زهرا زیا از راستی من تو رو میکشم. فهمیدی؟ پگاه در اون آزمون شرکت کرده جای اول رو میگیریم. همین قدر. تمام. بای بای. زهرا گویا که من با تو رقصیدن نمیخواسته باشم اما اونال رو گریزانیدن لازم. دیوانه میشم. والله دیوانه میشم. بالله دیوانه میشم. اینش باز کی باشد؟ بیتول؟ تو هستی؟ اکا تو رو یاد کردم آمدم. خوب کردی. بیا درا بیا.
وای زهرا اینجا بود، یک کاری نو گرفته است، در بالای رسمهاش کمی کار کرد، تعجیلا برآمده رفت. من جمع کرده نمیدونم که تو آمدی. زهرا اینجا بود یعنی؟ اینجا بود. یا خدایا بعضی چیزها گرفتم اکا و خواهر یگان چیز پخته خورم، گفتم میلش تو رفته آماده کن. من اینها رو جمع میکنم. سردارم این خیلی حرکات های دیوانگی مگر به شما میزیبند؟ به حیثیت من بازی نکنید. سرت بانکت تمد واری دم کردگی مگر شما نمیدونید که من برای شما چقدر خم میخورم؟ من تو را اول کلتکی لست رو میکشم، نوبت به تو میرسد، خودت رو احتیاط کن. صغیره می دیوانگی نکه کایونال، دیوانگی نکه، خیلی گپ نزد، خطیبه خیلی گپ نزد، بیا بگیره که دیوانه شید. برادران از پسی من نهایید، من امام هستم. مطلب شوید برید، من امام حقیقی. یا خدای نمیفهمید شما مگر؟ مطلب شوید من امام هستم، من دیوانه نیستم، امام حقیقی. ای مردم مطلب شوید، رهایم کنید میگویم. مگر شما نمیفهمید؟ دفع شوید از اینجا، دفع شوید. یا خدای مهربانم چرا این آدمان نمیفهمنده؟ ای روید میگویم، شما نمیفهمید؟ من دیوانه نیستم. شما چیکار میکنید؟ ایستید. شما نمیفهمید؟ من امام حقیقیم. بکسیاری حقیقیم. افهمی؟ بکسیاری حقیقی منم. تایسون دیدی؟ من چمپیونی کراتای جهانم. حقیقیم. بکسیاری حقیقیم. من بکسیاری حقیقیم. من چرا نمیفهمید؟ من بکسیاری حقیقیم. چرا نمیفهمید؟ با دقت باش عزیزم، آهسته. من هم با تو میروم. نه مادر، نه لازم نیست. به نزد دکتر برای معالجه میروم. شاید جانم خلاص شود از این گردن بند. حالا بر وقت نیست، نگیرین رومو نیستم. ای مادر خیر تو بازدید. نه نمیخوام که تنها روی، من هم با تو میروم. مادر کمی تنهایم گذار، التماس کمی هوا گیرم، دلگیر شدم از هوای مایلش اما با دقت باش دخترم. کلتکیلا چکار کرده شده است؟ برای نجات دادن اونال آماده می شود جناب. خوب، برای ارسال بار همه تدبیرها را گرفتید؟ بله جناب گرفتیم. جنگاور پیدا شد، میدونه که نسبتی مواد مخدر چه رفتار میکنه. حتما یگان کاری میکنه. اگر آید ما او را انتظار میشویم. یک گروه مخصوص برای آمدن جنگاور در آنجا انتظار میشود. با دقت باشید. هر کسی که جنگاور عادی شمرد او مرده رفت.
جانم خلاص نشد آخر. زهرای ابله چی میگوید؟ با آزمونی رقص میرفته است. انشالله میافتد یگان جایش میشکند. این آدم هی ایست با تو تشکر گویم. همین بود آمادگیت. چند میلیون دلار مواد مخدر آتش زده برباد داد. و تو گفته بودم که جنگاور عادی نشمارید. کار را ببین. نقش هایمان عوض شده جنابیان. تو در داخل هستی، من در بیرون. اما چی فایده؟ حالا هم راحت نکردم. باز برای نجات این جناب آمدن. یا خدایا. علی حسینان حاضر با تو یک سراغا میفرستم. زود به آنجا بیا وگرنه میدانی چیکار میکنم. جنابی اونال تو را زیارت آمدم. با زیارت من؟ بله باشد. رفته ایستاده است. به زندگی 90 عادت کردی جناب اونم. چخیلی که شنیدم جزای حجرگی گرفته ای. تو در اینجا چیکار میکنی؟ میکشم. آرام باش و نه. باور نمیکنی و به خدا که برای نجات دادنی تو آمدم.